دیگه چه خبر؟ در ایران چه خبر؟ تو که تازه از ایران اومدی چه خبر؟ دنیل تو ایران داره فیلم میگه نگیر بابا دگمه گردن اون سرسر نگیر بابا دانیا نگیر بی خبری برادر نه بی خیال بابا بذارید بگیرم نه نگیر جدی میگم نه بذارید بگیرم بیا بشین نه نه دیگه آقا شما رو کیفیت اسکرول کرد رفت دنبال کارش نه میخوام بگیرم چی نوشته اونجا؟ بیا بخون دیگه کسایی که مقیم ایران هستن و نشنالیتی ایرانی دارن نمیتونن که در این کار شرکت کنن. اونایی که مقیم ایران نیستن ولی نشنالیتی ایرانی دارن چی؟ امریکا تحریمش کرده رفته دنبال کارش بیا بشین نه دیگه ایران، سوریه، کوبا، سودان، کره شمالی. حالا جدی دلیلش چیه؟ بالاخره این حرف دلیلی منطق داره دیگه به یه دلیل اینو به نظر تو اصلا منطق داره؟ به موقعی که ندونی نه ولی ممکن داشته باشه بگم شاید شما بدونی من صبح تو فیسبوک هم نوشتم دانیال ندیدی؟ چی نوشته نه همین رو گفتم که این آقای ریدلی اسکات من نوشتم که ایده رو من خیلی تحسین میکنم ولی اینکه مردم ایران رو کنار گذاشتن همین حس عجیب غریب بهش تصمیم می‌گیریم که مثلا ما جزو مردم جهان نیستیم. بعد یکی از بچه‌ها اومده نوشته مگه هستی؟ چرا اینجوری کردن دلیلم دادن چرا؟ احتمال یعنی اونجوری که خودشون نوشتن احتمال زیاد به خاطر تحریم ها مگه بعد دولت تحریم چه رفتی به مردم خب همین دیگه هی میگن به مردم ربطی نداره ولی عملاً به مردم ربط شده که تو اگه قرار بشه اینجوری حساب کنی میتونی فکر کنم که یه سال گذشته مردم میذاری داری از من فکر کنم تو این یه سال گذشته ایرانی‌ها جزو بیشترین مراجعه کنندگان به یوتیوب و توییتر و فیسبوک بودن یا مثلا بعد بخوان حتی تولید کننده دقیقاً حتی بیشتر اتفاقات هم تو این یه سال از طریق تازه بهتریناش هم آدم غیر حرفه‌ای کار کردن مثلا با چه با چه ابزاری با ابزار ساده چند تا فیلم که جایزه گرفت تو اتریش بود اون جایزه آره فیلم بیشترین فیلمی که دیده‌شو فیلم ندا بود که باز از ایران بود فرستاده شد من چجوری میتونم بگم نباید مثلا ما یه سال داریم داد میزنیم آقا ما این دولت نمیخوایم با همین موبایل و دوربین و فلان حرفا داریم میگیم آقا ما نمیخوایم اینم به تمام دنیا اعلام کردیم حالا میگه که شما حرف نزنید چون ایرانی هستی نه آخه جالبه اون طرف این امکان از ما گرفته بشه بعد اینجا هم گرفته شه عجیب نیست یه ذره برای من این سواله دیگه خیلی عجیبه خیلی عجیبه البته من فکر می‌کنم اینو گذاشتن برای اینکه چی میگن خودشون رو سیو کنن لابد نمودانشون وکیلشون یه کسی بهشون گفته که آقا مثلا این کارو باید بکنید وگرنه براتون پرده دردسر میشه ولی اصلا بحث پولم در میون نیست که حالا فرض کنیم بگیم که آقا مثلا مصطفی فیلمش برنده میشه مثلا میخوام بهش پول بدم ایشون که هلندی محسوب میشه ولی مثلا شما مثلا از ایران بخوای فیلم بفرستی بگن که مثلا میخوایم بهش پول بدیم اگه انتخاب شد نمیتونیم بدیم یه چیز کاملا معنوی یه چیز هنری نه من چون میگم معنویتش به بچه ایرانی خیلی مهمتره چیز مادیش باشه اینجوری باشه که کلی کارهای CNN که از ایران وارد چیز شد امریکا شد نه کلا به نظرم خیلی اشتباهی و ریدلی اسکات فکر کنم یه عذرخواهی به همه مردم ایران بدهکاره حتی اگه چیز جالب نوشته بودی خیلی جالب نوشته پرستو ایده نه پرستو چی گفت یاد دیگه جمله آخه ایده اینه که one day life in بشین تو بشین چیزی یعنی یک روز زندگی در دنیا life in a day گفته there is no life in Iran زندگی تو ایران نیستش که نمیخوایم ببینین زندگی تو ایران هستش یعنی خودتون دارین فیلمتون اصلا ناقص فیلمتون مثلا نکته جالبی که چیز گفته بود این قسمتش برای من جالب اتفاقات دنیا سال گذشته تو ایران اتفاق افتاده بچه‌ها میخوان ایرانو حذف کنین آره نوشته بود که این تیم ریدلی اسکات اینا یک ذره چیز کردن چی میگم بی‌ذوقی از خودشون نشون دادن چرا که بهترین زمانی بود که نه فقط ایران زندگی در کره شمالی زندگی در کوبا زندگی در سوریه زندگی در برمن رو ما ببینیم چه شکلیه ما که بعضی کافی میدونیم مردم توی امریکا چجوری زندگی میکنن یا توی هلند چجوری زندگی میکنن یا کجای دیگه نمیدونیم که مردم توی ایران چجوری زندگی میکنن البته ماها میدونیم ولی منظورم دنیا نمیدونه کره شمالی مردم چجوری زندگی چرا دیگه مثلا واقعا نمیدونن کره شمالی چجوری زندگی میکنن مردم دارن خودشون به زبان خودشون چیزی رو میسازن با کار خودشون و با دوربین خودشون چیزی رو میسازن که دوست دارن
چیزی که توی صدا سیماشون نمیبینن، چیزی که از طریق کانال رسمی توی ایران ازش محرومن. خب این نکته است که به نظر من ریدلی اسکات هم داره به نحوی ازش استفاده میکنه. برو زندگی خودت فیلم بگیر و ورد و بیار. آره. و به نظرم اون نقطه در واقع تلاقی این دوتا مسئله جالبه. یعنی اینکه ریدلی اسکات مثلا فرض بکن بخواد دنبال یه فیلم بزرگ باشه از فیلم‌های کوچیک و از تعداد زیادی از مردم فیلم بگیره به شکل داوطلب و اون چیزی که تو ایران ما داریم می‌بینیم که مردم خودشون داوطلب فیلم میگیرن، خودشون رو به خطر میندازن فیلم میگیرن. نه تو یک سال گذشته، حالا تو تازه از ایران اومدی بهتر می‌دونی. ولی به نظر من این نقطه خیلی درخشانی، یعنی حالا درسته که ریدلی اسکات چیز نکرده، یعنی به ما ایرانی‌ها عنایتی نکرده، ولی به نظر من مهمه که ما به اون چیزی که داره معرفی میکنه اعتنا کنیم، چون این چیزی که برای ما خیلی مهمه. یا آقا جان چیز جالبه که همین بابایی که داره دور عکس فیلم میگه خودش همین علی تو نظریه داشته فیلم بگیره تو همون اتفاقات و بعد از این اتفاقات از ایران میزنه بیرون. چون تو پاسپورت ایرانی داری نمیتونی از زندگی خودت فیلم بگیری در اختیار آقای ریدلی اسکات بگذاری. خندانی؟ اصلا پاسپورت هم نداری. راحت. فرض کنیم مثلا 300-400 تا روزنامه‌نگار اومدن بیرون، این 300-400 تا چون نشنالیتی ایرانی دارن نمیتونن از زندگی خودشون با دنیا حرف بزنن. توی فیلمی که قراره از زندگی دنیا و زندگی مردم دنیا گزارش بده، این خبرنگارا و روزنامه‌نگار ایرانی به جرم این که پاسپورت ایرانی دارن نمیتونن از زندگی خودشون با دیگران حرف بزنن. این خب خیلی چیز عجیبیه. نه دیگه واسه اونایی که تو ایران زندگی می‌کنن اصلا عجیبه. چرا؟ خب محصولات گوگل هم نمی‌تونه میگه اصلا زندگیتون صحبت نکنید. مثلا اینکه اونایی همیشه هیچ خیلی کار دیگه هم نمیتونن بکنن، گوگل هم نمیتونن خیلی ساش دانلود بکنن. خیلی محصولات دیگه آمریکا هم براشون بسته است. ما به این عادت تحریم دو طرف هست. دقیقاً از هر دو طرف داریم می‌کنیم. آره همین ایران فیلتر می‌کنه اونم تحریم. یه دقیقه بچه‌ها بذار چیز سفارش بدیم. هلو. میدونی همه چی می‌خواین؟ تو فکر می‌کنی میشه ایده ریدلی اسکات رو تبدیل کرد به تلویزیون؟ مثلا اینه که تو این ایده همیشه یک نفر آدم حرفه‌ای بالاشه. اگه آدم حرفه‌ای تو مجموعه نباشه، کاری که ازش بیرون میاد کار حرفه‌ای نخواهد. آدم حرفه‌ای هم هزینه خودش رو داره، محدودیت خودش رو داره. الان ما داریم رو مدلش حرف میزنیم. ماها که اینجا نشستیم هممون به هر حال تو کار رسانه بودیم. میخوام ببینم که به نظرتون میشه چیز کرد مردم عادی رو وارد برنامه‌سازی تلویزیون کرد؟ مدل فقط مدل مردم عادی نیستش. من نگفتم مردم عادی فقط بفرستن ما یه کارش میکنیم، چون هر آدمی مثلا بخواد 10 ساعت بفرسته چی نمیگه که مثلا که یه نفر اون آدم حرفه‌ای اون بالا هست که گزینش میکنه. ما توی رادیو زمان همین کارو میکردیم. یه لحظه. الو. و حرکت و خیزشی هم که مردم کردن توی یک سال گذشته با دادن موبایل و نمیدونم این حرفا به چه میدونم کار موبایلشون به BBC و CNN و جاهای دیگه، این در واقع نشون میده که یا آمادگی وجود داره. یادم مثلا تو فیسبوک یادتون هست مثلا به بچه‌ها می‌نوشتیم که مثلا وقتی که دارید فیلم میگیرید یه جوری فیلم بگیرید که ما بدونیم این کدوم خیابونه، که بدونیم حتما مثلا تهرانه، کجای تهرانه، یعنی یک نشانه‌هایی بگذارید توش که معلوم باشه مال چه روزی. دقیقاً و مردم می‌کردن، یعنی خیلی خوب پذیرش داشتن نسبت به این مسئله. آخر من می‌دیدم فیلم‌ها اینقدر خیلی حساب شده فیلم برداری شده، حتی مثلا تابلو یه خیابونی میومد مثلا از روی تابلو فیلم گرفته و بعد میرفت اون مردم که اولش بگه مثلا این بانک سپه میگرفت که معلوم باشه مثلا ایران هستیم یا در کجای ایران هستیم و اینها، یا حتی بهشون میگفتیم بگید الان مثلا چه روزی از ساله که مثلا میگم مثلا آره امروز عاشوراست یا امروز مثلا 13 آبانه. هدفم باید مشخص بشه که اون تلویزیون اصلا هدفش چیه، چی میخواد بیان کنه که مثلا باقی رسانه‌ها بیان نمیکنن و چه چیز تازه‌ای داره. مثلا حالا تازگی میتونه مثلا یه چیز خیلی ساده هم باشه دیگه. ببین ما چون می‌خوایم مدل رو بسازیم طبیعی است که ریسکش بالا زیاده، برای اینکه مدل قبلا نبوده، به خصوص توی زبان فارسی یا برای مارکت فارسی و بازار فارسی نبوده. ولی یه مدل رادیویی و وبسایتیشو داشتیم و تولید کردیم. ما دست اندر کارش بودیم در واقع. به نظر من با درصدی از ریسک پذیری میشه مدل تلویزیونش هم درست کرد. رادیو زمانه و اون چیزی که ما تولید کردیم نه زرد بود، نه مبتذل بود، نه فلان بود، اینها رسانه بود از مردم برای مردم. یه نکته دیگه اگه این اتفاق بیفته، حالا
کیفیت ها هم به مرور میره بالا. نیست اینطور؟ شما که هر روز که نمیخواین از یک ورژن و از یک زاویه نگاه بنابراین کیفیت مرتب میره بالا، بعد مقایسه با چیزهای دیگه میشه، ایده از جاهای دیگه میاد، ایده ها پرورنده میشه و این دفعه در یک قالب آشناتری. میدونین همیشه رسانه ها اون چیزایی که دست ما میرسه کیفیت داره، معمولا اون چیزاییه که خودمون تولید نکردیم، ولی از این طریق ملت چون دوست دارن این رو به کیفیت برسونن میتونن اینها رو بگیرن، حالا به تعبیر من ایرانیزش کنن و کار بکنن. یه جای خیلی خوبی برای کار کردن میشه. الان مثلا اول از ریدلی اسکات کار خوبی نکردی، ایرانی‌ها رو اکسکلود کردی، ولی ما این ایده رو برمی‌داریم برای تلویزیون استفاده می‌کنیم. ایده رو که ما 4 سال تست کردیم، حالا برای کار تلویزیون میتونیم تست بکنیم و ادامه بدیم. این یکیش آره. تو نظر چیه؟ مثلا در عمل من فکر می‌کنم که نباید، یعنی ایده خوبیه ولی در عمل خوب نیست. نه در عمل باید به تمامی جزئیات دقت کرد و باید دقت کرد که مشارکت مردم رو فدای چیزهای حرفه‌ای نکنه، فدای اصول کاری نکنیم. یعنی اصول کاری وجود داره، بعد یه سری قواعد واسه خودمون داشته باشیم، ولی مشارکت مردم هم باید داشته شاید هم یه قواعد جدید بود. یه قواعد جدید، نمیگم قواعد جدید. ببین با اون اصول حرفه‌ای که تو میگی رسانه‌ای تولید میشن که همین الان میبینیم. اگه تو میخوای رسانه‌ای ببری یه شکل دیگه درست بکنی، طبعا بعضی از این اصول رو خواه نخواه باید چیکار کنی؟ نقض کنی. 100 سال پیش وقتی نسیم شمال داشت مطلب مینوشت، خیلی بهش میگفتن که بابا این مثلا چیه به زبون عوام حرف میزنه، ولی اون میدونست که داره یه کار انقلابی میکنه. مثلا اینکه مخاطب داره یا مخاطب نداره. اگر میگین این کارو میکنیم و مخاطب داره، اوکی فوق العاده است. ولی اگر میخواین تمام این کارا رو بکنیم و مخاطب نداشته باشه، اون وقت ما داریم واسه کی کار میکنیم؟ وقتی قرار از مردم متریال بگیری، با فیدبک مردم هم پیش بریم و هر جا نزنی، همونجا که یه چیزی بهشون نشون بدیم یا پخش کنیم بگیم که همینی که هست. اگه مرد داره میگه که آقا من اینو نمیخوام، دوباره به فیدبک بدیم اینو درستش بکنیم. ولی یه کار متحولیه، یه کار خیلی متحولیه. یعنی تو مثل همون اتفاقی که افتاد در طول سال گذشته، شاید قبل از اون هم حتی افتاده بود، تو داری میگی که هر کسی میتونه، پس بیا بهتر شو. در همون چیزی که میتونی، امکانشو داری، هر وسیله کاره. یعنی اصلا لازم نیست که با یه دوربین خیلی عالی باشه، با یه فیلم برداره، میتونی شروع کنی. حالا درسته حرف شما که کیفی باید بره بالا، نمیتونه درجا بزنه. اندیشمندان معمولا یه جمله بیشتر یه جمله میگن، آره، ولی جمله اصلی رو. به نظرم باید حتما این اعتراض میشد و خوشحالم که حداقل این بهانه شد برای اینکه اعتراض به کل این سانکشنه که علیه ایرانی‌ها هستش. حالا این یک نمونهش بود که من مطمئنم اگه همچین چیزی نبود ایرانی‌ها، جوانای ایرانی مثلا خیلی دنبال ایده اینجوری هستن. مطمئنم امروز مثلا هزاران دختر پسر ایرانی میرفتن فیلم میساختن. هر رسانه‌ای باید مخاطب خودشو بشناسه. این وقتی میگه مردم که یه مردم وجود نداره، طبقات مردم، لایه‌های مختلف مردم اینها وجود داره. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که شما بتونید با یک گروه‌هایی از مخاطبان که گروه‌های وسیعی باید باشن ارتباط فعال برقرار کنید. ولی راضی کردن همه مردم لازم نیست، چون همه مردم هم شما رو تماشا نمی‌کنن. ولی برای اون مردمی که تریبون ندارن، کمتر تریبون دارن، آمادگی دارن با رسانه همکاری بکنن، شما باید یه پلتفرم خوب تهیه بکنید. دم دیگه هم دیگه مرسی زحمت کشیدی. تو خودت نظرت خودت چی علی؟ برگردیم دوربینو. دور برگرد. خودت نظر نداری.